لازم داریم. اونها هم بندگان خدان. همونطوری که به فکر پسرامون هستیم به فکر دخترامون هم باید باشیم. همونطوری که پدر و مادر و بزرگتر به فکر زن دادن پسرشه، وقتی که دید پسرش بالغ شده 100 تا دختر همسایه میاره جلو پسرش، پسرم این دختر میخوای، این دختر میخوای، دختر عمت میخوای، دختر خالت میخوای، چادرم سرم بکنم برم خواستگاریت. ولی آیا پدری و مادری به دخترش گفته دخترم نیاز به شوهر ندارید؟ خجالت میکشم. من که ندیدم تو این دور زمان، خیلی کم، یه پدری که 2 تا دختر داره به جوانی تو مسجد تو جامعه تحصیل کرده است، مؤمن خوبه، متواضع است، پاک با تقواست، متواضع، برای امرار معاشش هم داره تلاش میکنه. پسرم با دختر من ازدواج نمی کنید؟ همین میخوایم پسر رو چه داماد بکنید. اون یکی غریزه داره، یکی غریزه نداره. یکی از چیزهایی که جسم انسان هم تقویت میکنه ازدواجه. پس غذاهای سالم، ورزش، استراحت، خواب جسم رو تقویت میکنه. خواب، ازدواج جسم رو حفظ میکنه. طاعت و بندگی خدا جسم رو حفظ میکنه. حرام آدم رو نابود میکنه. محرمات جسم رو بیمار میکنه. یک حرف را بگم شاید برای بعضی ها تعجب آور باشه، شاید برای اولین بار باشه که برخی از برادران و خواهران میشنوند. برادرانی که دختر به خانه دارید یا خواهر به خانه دارید، اگر جوان خوبی را میبینید برایش پیشنهاد بدید که با دخترتان ازدواج کنه، با خواهرتان ازدواج کنه. این بی غیرتی نیست، بلکه اوج غیرته. بعضی ها میگن که غیرت افغانی ما، غیرت افغانی شما. اگر دخترتان و خواهرتان به فساد گرفتار شد آن وقت چی میگی؟ آن وقت هم میگی که غیرت افغانی من. عمر رضی الله تعالی عنه با اون همه جایگاهی که داشت، با اون غیرتی که داشت که همه معروفه، شیطان از اون میترسید و شیاطین تا امروز از اون میترسند، از نامش میترسند، از عمر رضی الله تعالی عنه. میای پیش ابوبکر صدیق میگه دخترم حفصه اگر میخواهی او را به ازدواج تو در میارم. میره پیش عثمان رضی الله تعالی عنه و عثمان رضی الله تعالی عنه هم رد میکنه و ابوبکر هم رد میکنه، تا ای که پیامبر علیه السلام خواستگار حفصه میشن، ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها. بعد از آن ابوبکر صدیق میگه ای عمر از من ناراحت نباش، زیرا من خبر داشتم که پیامبر علیه السلام خواستگار دختر تو هستند، من دختر تو را رد کردم. در صحیح بخاری است پیامبر علیه السلام در جمعی از صحابه نشسته هستند، زن میگه یا رسول الله من میخواهم با شما ازدواج کنم. پیامبر علیه السلام میگن من نیاز به ازدواج تو ندارم، ولی اگر میخوای ازدواج کنی با فلانی ازدواج بکن. یکی در اون مجلس نشسته میگه یا رسول الله من با ازدواج میکنم و ازدواج میکنه. پیامبر علیه السلام نکاحشان را میبندن به راحتی، تمام میرن سر خانه زندگیشان. اما مصیبتی که امروز وجود داره، عنعنات و رسوماتی که وجود داره، واقعا خیلی تأسف آوره. دختر بیچاره سرش مثل دندانهایش سفید میشه، داخل خانه نشسته. خب خواستگار نداره، اوایل خواستگار داشته وقتی که خوب جوان بوده و خوب به هر حال جمال داشته و زیبایی داشته، خواستگار داشته، ولی برادرش کاسه دختر از آش بوده. الان نمیدم به فلانی، تو چیکار هستی که نمیدی؟ تو چیکار هستی که نمیدی؟ فردا میری سر خانه زندگی خودت با کسی دیگر، با یک دختر دیگر ازدواج میکنی، میری سر خانه‌ات، میری سر جای زندگیت، اختیارداری میکنه با وجودی که پدرش زنده است. پدر نه والله باید پسر این گونه باشه و آن گونه باشه و نمیدانم تحصیل کرده دکترا از آمریکا داشته باشه و بعد اینجا بیایه و حداقل ماهی یک $2000 هم معاش داشته باشه، یک موتر خوبی هم داشته باشه دیگه، به هر حال حداقل یک موتر جیمسی خوب باشه دیگه، یک موتر بالا باشه، بالا یک خانه خوبی هم داشته باشه مثل کاخ ریاست جمهوری که دختر من در اونجا بتونه راحت زندگی بکنه. و چی بسا دخترهای با این امید داده شدن ولی زندگیشان
به 1 ماه و 2 ماه نکشید این جوان عیاش با این دختر خوشگذرانی خود را کرد، بعد طلاقش داد، برو دنبال کارت. باز رفت یک دختر دیگر را گرفت. دقت کنید روی این قضایا، متوجه باشید. زندگی های دخترتان را و زندگی های پسرهایتان را خراب نکنید و دست خودتان زندگی های آنها را خراب نکنید. در تعامل با فرزندامون ببینید پیغمبر علیه السلام چه مژده‌ای به پدر و مادران میده، اونم در رابطه با دخترها، چون غالبا در طول تاریخ دخترها هستن که بیشتر مورد اجحاف و بی‌انصافی قرار میگیرن. اگر درست دقت نکنیم بی‌انصافی میشه در حق دخترها. چرا؟ چون میبینه پدر و مادر جوونش پسرش داره کار میکنه، تلاش میکنه، منبع درآمد و رزق و روزی شده. خب خداوند اگر به یک جوون، به یک پسر استعداد داده، قدرت داده، توانمندی داده، آیا نبایستی بره از این توانمندی ها و ظرفیت ها استفاده بکنه؟ الله عزوجل دختر رو برای چیز دیگه خلقت کرده که ازدواج بکنه، مادر بشه. خداوند تقسیم کرده، این تقسیم الهی است. نبایستی باعث بشه که وقتی ما مثلا پسر رو دیدیم دختر بهش توهین بکنیم. توهین به کیه؟ توهین به کسی است که این تقسیم رو کرده. توهین به الله عزوجل هست که او خالق و آفریننده هست. مگر دست خود دختر بوده که دختر شده؟ یعنی ما بدون این که به زبان بیاریم رفتارمون اعتراض به الله عزوجل هست. این جزو برنامه‌های دوران جاهلیت بود که الله عزوجل خط بطلان کشیده بر این حرکت جاهلانه که وقتی خدا بهشون دختر میداد رنگ از روشون میپرید، ناراحت میشدن که آیا این دختر رو همینطوری نگهش دارن یا زنده به گورش بکنن، مایه ننگ خودشون میدیدن. اما اسلام اومد اینو باطل کرد، اونو ارتباط داد به خالق، به الله جل شأنه که من الله هم که دختر و پسر رو بهتون میدم. هیچ نقشی نه تو پدر دارید نه مادر دارید و نه خود بچه داره. پیغمبر علیه السلام مژده دادن در حق دختران و خواهران به برادران و پدران و مادران. فرمودن کسی که 3 دختر و یا 3 تا خواهر یا 2 تا دختر و 2 تا خواهر و حتی کمتر از اونم باشه بزرگ بکنن، تربیت بکنن، به اونها خوبی بکنن. چون گهگاهی ممکنه پدر فوت بکنه برادر سرپرستی به عهده بگیره. اینو توفیقات الهی است. کسانی که بیان خواهراشون یا دختراشون رو تربیت بکنن، بهشون خوبی بکنن، مایه نجات اون برادر و اون پدر و مادر از آتش دوزخ و جهنم خواهند شد. سبب رفتن پدر و مادر و برادر به بهشت خواهد بود به خاطر احسان و نیکی به دختر. بالاخص ما این درک و شعور داشته باشیم دختر مثل پسر نیست، هم ظریفترن، هم آسیب پذیرترن و هم این که اگر پسر یه وقتی تو خونه احساس فشار و ناراحتی بکنه با دوستاش میره گردشی، تفریحی، اونجا اینجا، ولی دختر بیچاره نمیتونه، ناموسته، مگر میتونه بره بیرون؟ بایستی تو خونه بنشینه، از یه طرف سرکوفت، بی مهری، بی لطفی، این همه کنایه و نیش زدن، آزار و ظلم رسوندن به دختر، از خونه هم نمیتونه بیرون بره.